بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما عزیزان محترم. امروز می‌خوایم در مورد حدیث سفینه صحبت بکنیم. یک حدیث بسیار مهم که هم اهل سنت اونو نقل کرده و هم شیعه. در ابتدا اینو بگم که حدیث سفینه اصلا چی هست. حدیث سفینه همونجوری که از اسمش معلومه کشتی. در این حدیث رسول مکرم اسلام اهل بیت علیهم السلام رو به کشتی نوح تعبیر کرده و گفته که هر که با اهل بیت باشه نجات پیدا میکنه و هر کس از اهل بیت رو برگردانه قطعاً غرق میشه. در ابتدا میریم چند تا از منابع اهل سنت رو که این حدیث رو نقل کردن رو خدمتتون معرفی بکنیم. بنده در اینجا 3 مدرک رو خدمتتون معرفی میکنم. اولین مدرک این کتاب هست احیاء المیت به فضائل اهل بیت مال آقای سیوطی. ایشون در صفحه 24 این کتاب حدیث سفینه رو آورده. صفحه 24 حدیث 24 مثل اهل بیتی مثل سفینه نوح من رکبها نجا و من ترکها غرق. این یک بار. حدیث 25 هم دوباره این حدیث رو آورده. در حدیث 26 هم دوباره حدیث سفینه رو آورده. در حدیث 27 هم حدیث سفینه رو آورده. یعنی آقای سیوطی 4 بار این حدیث رو در کتاب خودشون آوردن. دومین منبعی که میخوام خدمتتون معرفی کنم این کتاب هست مستدرک علی الصحیحین مال آقای حاکم نیشابوری جلد دوم حدیث 3312. بله حدیث 3312 که ابوذر از رسول خدا نقل کرده حدیث سفینه رو. منبع سومی که میخوام خدمتتون معرفی کنم این کتاب هست معجم الاوسط مال آقای طبرانی. در این کتاب آقای طبرانی 2 بار حدیث سفینه رو آورده. یک بار در حدیث 3478 که با هم میریم پیداش کنیم. حدیث 3478 که از ابوذر نقل کرده که رسول خدا فرمود مثل اهل بیتی فیکم که مثل سفینه نوح. همونجور که گفتم دفعه اول در حدیث 3478 نقل کرده و دفعه دوم در حدیث 5536. حدیث 5536 از ابوذر نقل کرده. حدیث بسیار معتبری هست. متن حدیث رو در 3 منبع از منابع اهل سنت دیدید. من اینجا نوشتم. تفاوت چندانی نداره اما حدیث اصلی این هست مثل اهل بیتی فیکم که سفینه نوح من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق. یعنی مثال اهل بیت من در بین شما همانند کشتی نوح هست که هر کس سوار اون بشه و هر کس با اون باشه نجات پیدا میکنه و هر کس که از اون روی برگردونه حتما غرق میشه. حالا که اهل بیت علیهم السلام به کشتی نوح تعبیر شده بد نیست یک بار داستان نوح رو در قرآن مرور بکنیم. نوح مدت زیادی رو در قوم خودش به رسالت پرداخت و نهایتاً تعداد کمی بهش ایمان آورد. همونجوری که در سوره هود آیه 40 میفرماید و ما آمن معه الا قلیل. هنگامی که این عده کم ایمان آوردن و در ایمانشون ثابت قدم بودن نهایتاً عذاب نازل میشه و هنگامی که عذاب نازل میشه به نوح دستور داده میشه که از هر حیوان یک جفت رو وردار و اون کسانی که باهات ایمان آوردن رو هم سوار کشتی بکن. که نهایتا قرآن در سوره عنکبوت آیه 15 میفرماید ما نوح رو نجات دادیم فانجیناه و اصحاب السفینه و اصحاب کشتی رو هم نجات دادیم. یعنی همون کسانی که با نوح سوار کشتی شده بودن. و هنگامی که عذاب تموم میشه و آب روی زمین خشک میشه به نوح چه دستوری داده میشه؟ به نوح میگه که نوح از کشتی پیاده شو اهبط به سلام منا و برکات علیک و علی ممن معک. یعنی سلام و برکات ما بر تو و بر کسانی که با تو هستند باد. خب اینجا چند نکته رو در بر داره. اول اینکه تعداد مؤمنان همیشه کم هست همونجور که در طول تاریخ دیدیم. دوم اینکه نجات فقط برای اهل ایمان هست. سوم هم دنیا و هم آخرت برای اهل ایمان هست. همونجوری که در اینجا میبینیم هنگامی که نوح از کشتی پیاده میشه سلام و برکات خداوند رو داره و در آخرت هم که طبیعتا مقام والایی در بهشت داره. پس هم دنیا و هم آخر کار از مؤمنین خواهد بود هم نجات از مؤمنین خواهد بود و طبیعتا تعداد مؤمنین هم همیشه کم هست. حالا از این داستان نوح و آیاتی که در قرآن اومده و حدیث سفینه چه برداشت هایی نمیشه کرد و چه نکاتی رو میشه فهمید؟ میریم که این نکات رو با هم بررسی کنیم و بفهمیم که حدیث سفینه چه چیزهایی رو اثبات میکنه.
اولین چیزی که حدیث سفینه اثبات میکنه وجوب محبت اهل بیت علیهم السلام هست. یعنی محبت اهل بیت علیهم السلام واجبه. چرا؟ چون تنها چیزی که انسان رو نجات میده چیه؟ اهل بیت. همونجور که اهل بیت به کشتی نوح تعبیر شده و کشتی نوح تنها چیزی بود که باعث نجات مؤمنان میشد. پس انسان باید اهل بیت علیهم السلام رو دوست داشته باشه. دوست داشتن اهل بیت هم در احادیث بسیاری، هم در کتب شیعه هم در کتب اهل سنت اومده. تا انسان دوست نداشته باشه اهل بیت رو، به طرف اونها نمیره و سوار این کشتی نجات بخش نمیشه. پس اولین نکته اینه که محبت اهل بیت واجبه و این چیزیه که در فطرت هر کسی هست. همونجوری که خداوند در قرآن میفرماید که ما ایمان رو در قلب شما زینت دادیم. قطعاً حب اهل بیت از ایمان هست که احادیث بسیاری در این زمینه وجود داره. این نکته اول. دومین نکته‌ای که حدیث سفینه ثابت میکنه وجوب اطاعت و پیروی از اهل بیت هست. یعنی انسان باید از اهل بیت پیروی کنه اگر میخواد نجات پیدا کنه، چون میگه هر کس که با اهل بیت باشه من رکبها نجا و من ترکها غرق. قطعا دوست داشتن تنهایی کفایت نمیکنه. اینی هم که یکی بگه ما دوست داریم اما از اهل بیت پیروی نکنه، این فقط یک دروغیه که داره خودشو باهاش گول میزنه. سومین نکته‌ای که حدیث سفینه اون رو اثبات میکنه عصمت اهل بیت علیهم السلام هست. شما حدیث رو اگر خوب دقت بکنید، دو چیز در حدیث تضمین شده، یکی نجات، یکی هلاکت. وقتی که نجات تضمین شده پس اهل بیت خودشون هم اهل نجاتن. یکی که اهل نجات نباشه یکی دیگر رو نمیتونه نجات بده. پس اهل بیت معصومن، معصوم از گناه، معصوم از سهو، معصوم از اشتباه. کسی که اهل گناه باشه و توبه نکنه قطعا جاش جهنمه. اهل بیت علیهم السلام اهل گناه و اهل هیچ نوع عصیانی نیستن و با این افضلیت و با این برتری میتونن بقیه رو هم هدایت کنن. چهارمین نکته‌ای که حدیث سفینه اثبات میکنه برتری اهل بیت بر سایرین هست. این حدیث به طور کامل و شفاف اثبات میکنه که اهل بیت علیهم السلام از بقیه برترن. چرا؟ چون فقط اهل بیت راه نجاتن. میگه من رکبها نجا. هر کس که سوار کشتی اهل بیت بشه نجات پیدا میکنه. اگر قرار بود کس دیگه‌ای هم نجات بده و اگر قرار بود کس دیگه‌ای مرد هدایت باشه و مرد نجات مردم باشه، قطعا رسول الله اونها رو هم میگفت. اما فقط اهل بیت رو گفته. یعنی اهل بیت فقط نجات میده و اهل بیت بر باقی انسانها، بر بقیه افراد برتری خاصی داره. همونجوری هم که قبلا در جلسات قبلی خدمتتون گفتیم اهل بیت علیهم السلام رسول مکرم اسلام، فاطمه زهرا، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، امام حسن و امام حسین هستند. پنجمین مطلبی که حدیث سفینه اون رو ثابت میکنه خلافت امیر المؤمنین هست. این حدیث نشون میده که امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب خلیفه و جانشین رسول الله هست. چرا این حدیث ثابت میکنه که علی جانشین رسول خداست؟ چون میگه اهل بیت کشتی نجاته. خب من از شما سوال میکنم آیا ابوبکر، عمر، عثمان جزو اهل بیت هستن؟ 100% نه. پس تنها علی میمونه که جزو اهل بیت باشه و علی خلیفه و جانشین رسول اسلام هست. ششمین نکته‌ای که حدیث سفینه اثبات میکنه اون رو این هست که معارف اهل بیت طبق سنت رسول الله هست. یعنی هر آنچه که اهل بیت آموزش دادن، احادیث از خودشون به جای گذاشتن و مردم رو به اون دعوت کردن، دقیقاً طبق سنت رسول خدا هست. چون رسول خدا در حقیقت اون کسی هست که دین رو آورده و منجر به نجات ما شده و اهل بیت هم به عنوان سفینه نجات معرفی شده. در حقیقت اهل بیت ادامه دهنده راه رسول مکرم هست و این راه رو ادامه دادن و مردم رو به سمت نجات هدایت کردن. هفتمین مطلبی که حدیث سفینه اون رو اثبات میکنه این هست که در هر زمان یک نفر از اهل بیت وجود داره که کشتی نجات هست و مردم رو به سمت نجات هدایت میکنه و این حدیث به طور واضح بیان میکنه که در این زمان هم باید یک فردی از اهل بیت باشه
و اون کسی نیست جز امام زمان، روحی و ارواح العالمین له الفدا. درسته که ایشون در غیبت به سر میبرن اما وظایف خودشون رو انجام میدن، همونطور که در سوره کهف شما یک فردی رو میبینید که موسی میره و پیش اون فرد یاد میگیره خیلی چیزها رو، اون فرد به صورت مخفیانه خیلی کارها رو انجام میده و مردم رو از خیلی از گرفتاری ها نجات میده. غیبت هم همینجور هست. درسته که ما امام زمان رو نمیبینیم و محضر ایشون رو درک نمیکنیم، اما ایشون کارها و وظایف خودشون رو انجام میدن. و اما آخرین مطلبی که حدیث سفینه ثابت میکنه این هست که اگر حدیث سفینه را در کنار حدیث افتراق با هم بگذاریم، نتیجه میگیریم که شیعه 12 امامی همان فرقه ناجیه هست. حدیث افتراق چیه؟ حدیث افتراق این حدیث هست. متن عربیش رو در اینجا شما میبینید. این حدیث افتراق هم در بسیاری از منابع شیعه و سنی اومده. من فقط ترجمهش رو میگم تا وقتمون زیاد گرفته نشه. رسول الله میفرماید که یهود به 71 فرقه تقسیم شد و از این فرقه فقط یک فرقه اهل نجات بود و اون فرقه‌ای بود که وصی موسی رو ازش پیروی کردن. بعد از اون نصارا یعنی مسیحی‌ها به 72 فرقه تقسیم شدن و فقط یک فرقه از مسیحیان نجات پیدا می‌کردند و اون کدوم فرقه است؟ همون فرقه‌ایه که از وصی و جانشین عیسی تبعیت. و پیغمبر در آخر می‌فرماید امت من به 73 فرقه تقسیم میشه که 72 فرقه فنار در آتش هست و فقط یک فرقه وارد بهشت میشه و اون فرقه‌ایه که از وصی من تبعیت کنه. در بسیاری از احادیث، یکی نیست دوتا نیست، بسیاری از احادیث علی ابن ابی طالب رو به عنوان وصی و جانشین پیامبر معرفی کرده و همچنین 11 فرزند بزرگوار ایشون رو. پس شیعه 12 امامی تنها فرقه ناجیه هست و تنها فرقه که اهل بهشته، طبق حدیث افتراق و طبق حدیث سفینه. خب دوستان عزیز، در این جلسه در مورد حدیث سفینه صحبت کردیم. ما قصد داریم همه احادیث و همه آیات قرآنی که حقانیت شیعه رو ثابت میکنه خدمتتون توضیح بدیم. به خودتون ببالید که جزو این فرقه ناجیه هستید. تا جلسات بعد، خداحافظ.